به خصوص تو رشته‌های فنی مهندسی آلمان واقعا پرچم داره. دانشگاه‌های معروفی مثل این دانشگاه خیلی جذابن برای ایرانی‌ها. یه منبع خیلی خوبی هم که برای جستجوی دانشگاه وجود داره سایت .de هست که احتمالاً خیلیاتون بشناسید. لینکش رو این پایین میذارم. کانادا این کشور نه تنها دانشگاهی فوق‌العاده‌ای مثل این دانشگاه داره، بلکه بعد از فارغ التحصیلی میتونید کار پیدا کنید. آلمان و کشورهای اروپایی، این کشورها به دلیل داشتن بازارکار بسیار پررونق برای متخصصا و کارگرای ماهر یکی از مقاصد پرطرفدار برای مهاجرت کاری ایرانی هستش. برای مهاجرت کاری به آلمان نیاز به ویزای جستجوی کار دارید. با این ویزا میتونید به آلمان برید و بعد از پیدا کردن کارتون ویزای کار بگیرید. اطلاعات بیشتر و چگونگی درخواست این ویزا رو میتونید تو سایت رسمی Make It in Germany پیدا کنید که لینکش رو این پایین قرار میدم.